سلام علیکم که اسکندر و گروهی اهل گروهی انگور و باغ ما اومدیم. من همینجا یک درخت خربوزه دیدیم پامیلا میگن همینه. من اینو سویبشان نشونته این رده من همینه ما بسیار تا گرفتیم. درختی من شده است حیور نشده برای همین شما به نشان داده استاده. بیا تمام مثلا من یک چه گیرم دیگه تو این خودش دیگه کردن دیگه من همین خربوزه است از درخت. این درخت میدون درخت ولی کلان باشد چند بو کشی هسته bu 4 yaş. یه 4 سالگیش ببینید ببینید چقدر یک دستی من 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا کرده است. 4 سالگیش به 10 تا چی خربوزه کرده است. این خربوزه حاضر کفانده میبینیم. خیلی که ما خودمو تاجیکا میکنیم خربوزه میکشیم خیلی که کنیم بینیم چه خیلی میشه. یا دو کفان کنیم من یعنی خربوزه بوده است. خیلی کارج میکنیم. این تخمش هم زیاد بوده است. نگیری تو از تخمش هم زیاد میکنی تو بعد پیوند میکنی تو این خوشو بشه بینی عجایب ماشاءالله. بنا ها Güzel. کنی یک بود چشیده بینیم ما که اسکندر بینه که اسکندر نیست یا نکن Böyle. او Pişmiş çok güzel. Sulu. سیرابی خوش رو میگیم. بسم الله. ماشاءالله عجایب. صدیه بونه افکرم با گفته خودم میشه شانته ما توجیک کرده خوردیم جدو کرده خود Maşallah sulu güzel. خیلی سیرابی عجایب میگم. رنگ سرخچه. خب اهل گروه هر کسی که از همین خونش میرخت یکتا میشونم گوید بهترین میشه. خونه زلب می مهمون خونه می یا که آش خونه به جا کنه تا میشه در همین گرفته. و همچنین اینجا من یک چیز دیگر دیدم اینو ببین این نشانه این کنکوات ببین تو اینم 4 ساله بوده سن بوده dördüncü yaş. Bu da 4. yaşında. Aşı اینم belli 4 olmuyor. ساله اینم میدونم چقدر حاصل نوکی این اندازه نشانته 4 سال به این قدر حاصل. این کنکوات به خیلی دردها از شفا است خصوصا برای گیپرتونیکا برای آدمایی که فشار دارن بهترین چیز است. اهل گروه سلامت باشد و با گروه انگور و باغ باشه.